سلام به همه، من روحام هستم از چنل خودم یعنی هی ها هی. تو این ویدیو دو تا فکت از بازی برابر استارز بهتون بگم، پس بریم تو کارش. اگه اومدید که این محتوا رو ببینید باید بهتون بگم که این یه دونه کلک بود تا ویو بگیرم و ایشون هم توی پینترست آرتشو کشیده. فکت اول، آیا سوپرسل با دوربین‌های گوشی بود ما رو تیر می‌زنه؟ مجوزهای برابر استارز هم دسترسی به دوربین وجود داره، بس یعنی واقعا چه موضوعی راسته. همه چیز از سیزن آرتی شروع شد. این کاور که یک دوربین توی لابی اضافه کردن که اگه رو کلیک می‌کردین می‌تونستین که دوربین‌های مختلف استار پارک رو دقیقاً مثل خود آرتی چک کنید. یه دونه آیکون دوربین متحرک هم بهتون میدادن. حالا بریم سراغ پرده برداری. قضیه اینه که دقیقاً اون مجوز دوربین برای اینه که دوربین گوشیتون رو فعال کنید تا بتونید به دوستتون از طریق بارکد ادفرین بدین و اینا همش خرافات بود. فکت دوم، جلوه‌های پرش. فکر نکنم کسی اینو بدونه که اگه با یه دونه بلاولر بپرید میتونید که جلوه‌های بصری ویژن رو ببینید. مثلا بایرون صندوق پشتش باز میشه. دقیقاً دو تا از معجونای بایرون که توی پینو انیمیشنش معلومه یا پشتش معلومه که وقتی میپره قناری که روی سر اونه بالاشو باز میکنه. پایان